سلام بچه‌ها، چطورین؟ من کمندم. بدون فوت وقت بریم برای ادامه داستان. خیلی خوشحال میشم همین اول کاری چنل یوتیوب منو سابسکرایب کنید و اگه اون زنگوله کوچولو بغلش هم بزنید هر ویدیویی که آپلود بشه براتون نوتیفیکیشن میاد و البته لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگه که اولین بار با چنل من آشنا شدین میتونید از توی همین پلیلیست قسمت قبلی داستان ببینید و ادامه داستان رو پیگیر باشید. کل شب را صرف خواندن دوباره کتابی کردم که خودم آن را نوشته بودم، اما این بار آن را از دید خودم نخواندم. این بار از دید او خواندم و همین باعث شد که کتابی جدید در مقابلم باشد. ناخواسته پشت میز خوابم برد. صبح واسطه کوبیده شدن در خانه‌ام از خواب پریدم. این موضوع در روستایی که من زندگی می‌کردم طبیعیه، اما اینکه از ترس ریختن دیوارهای خانه‌ام در رو باز کنم موضوع طبیعی نبود. 2 سرباز حکومتی که اتفاقا سالها بود آنها رو میشناختم بدون هیچ حرفی شروع به دستگیر کردن من کردن. اینکه دوستان گرمابه و گلستان من دستهای من رو ببندند انقدر من رو شوک کرد که نتونستم حتی کلمه‌ای هم اعتراض بکنم. من رو بر پشت اسب‌های خود سوار کردند و به سمت قصر روانه شدیم. این مسیری بود که هر روز با میل خودم طی می‌کردم، اما حتی این بار که به میل خودم هم نبود برایم ناخوشایند نبود، چون می‌دانستم که مقصد خانه صاحب دل است. درست است که پرنسس هنوز هم چهره من را ندیده، اما چیز دیگری هم بود که پرنسس نمی‌توانست آن را ببیند و آن هم طوری بود که من او را می‌دیدم. آن چشم‌های یخی که کسی نمی‌تواند حتی باور کند روحی در پشت آنها باشد، در آن شب از شوق دیدن من طوری می‌درخشید که انگار هیچ مانعی بین چهره‌های ما نباشد. انگار که او برای اولین بار چیزی را در من دید که با چشمان بسته هم می‌توانست ببیند و لباس‌ها و روبنده من هیچ تأثیری در آن نداشت. همه اینها افکاری است که من در هنگام دستگیر شدن داشتم. در میان راه از 2 سرباز که مشغول حرف زدن بودند شنیدم که دلقک قصد دیشب موفق به خنداندن پرنسس شده و قرار است که مراسم تقدیر و تشکر بسیار با شکوهی برای او برگزار گردد. اما امروز مراسم اعدام شخصی است که در کمال گستاخی دست پرنسس را گرفته و به او ابراز علاقه کرده و به همین دلیل مراسم تقدیر 1 روز به تأخیر افتاده. اما من کل دیروز را همراه پرنسس بودم و هیچ شخص دیگری جز من به او ابراز علاقه نکرد. اما اگر منظور آنها من بوده باشم چطور ممکن بود که هم من را اعدام بکنند و هم از من تقدیر بکنند؟ این اولین باری بود که من بدون روبنده و با لباس شخصی به قصر آمده بودم و تا قبل از آن هیچ کدام از اهالی قصر چهره من را ندیده بودند، به جز مشاور سلطنتی که وظیفه او استخدام من بود. وارد میدانی شدم که دور تا دور آن تمام درباریان به روی صندلی‌های خود نشسته بودند. حتی تصور این که امروز روز اعدام من باشد و تمام این تدارکات و تشریفات برای همین موضوع باشد باعث می‌شد تا نفس کشیدن برایم خیلی سخت شود. به چهره پرنسس نگریستم که همچون روزهای قبل سرد و بی‌احساس و یخ‌زده بود. گویی حتی او هم نمی‌دانست که من همان دلقک قصر هستم که امروز قصد اعدام آن را دارند. سربازی جلو آمد و شروع به بستن دست و پای من کرد. با التماس به او گفتم که من همان دلقک قصر هستم و اشتباهی رخ داده و می‌توانید از مشاور اعظم بپرسید. اما او گفت که این دستور رسمی خود پرنسس است و احدی حق دخالت در این موضوع را ندارد. در آن لحظه که اسلحه را به سمت پیشانی من نشانه می‌گرفتند، تمام دلخوشی من همان کتاب اشعارم بود که بالاخره پیدا خواهد شد و حقیقت برای همه آشکار می‌شد و برای آخرین بار خود و معشوقم را تخیل می‌کردم. بعد از برخورد گلوله از آن دنیای زیبا و رنگارنگ من هیچ چیزی جز سیاهی بی‌نهایت نماند. چشمانم را که باز کردم در تخت خوابم بودم، گویی که هرگز آن اتفاقهای وحشتناک رخ نداده بود. اما اگر همه این اتفاقها خواب بود، چرا در پشت میزم از خواب بیدار نشدم؟ اطمینان داشتم که آن شب در حال خواندن کتاب اشعارم به خواب رفته بودم. مثل هر روز لباس عبامانندم را پوشیدم و آماده رفتن به قصر شدم. در همین حین پیکی از قصر برای من آمد که 1 نامه با مهر سلطنتی و 1 جامه شیک در آن بود. در نامه نوشته شده بود که این جامه را برتن کرده و در مراسم تقدیر از خود شرکت کنید. بیشتر از این که اتفاقات دیروز مانند 1 کابوس باشد، این که من پشت 1 میز با پرنسس غذا بخورم مانند 1 رویا بود. بعد از صرف غذا پرنسس از جای برخاست و گفت که خبری را امروز اعلام می‌کند که در تاریخ باید آن را بنویسند. و او گفت که می‌خواهد با کسی که او را خندانده ازدواج کند. بعد از شنیدن این سخن حس کردم که تک تک سلول‌های بدنم از شوق می‌گریستند. اکنون متوجه شده بودم که اتفاقی که دیروز افتاد نه در خواب بود و نه در خیال من و همه آنها نمایشی بود برای اتفاق خوبی که در نهایت امروز قرار بود رخ دهد.
این هم از پایان خوش داستانمون. امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید. منتظر نظرات قشنگتون تو کامنت ها هستم. خیلی دوستتون دارم. خدافظ. جیغ بزنم؟ نه سلام بچه‌ها. اصلا نمیتونه مهدیه اینجا خیر تو خیر سیب زمینی له کنه. اساسا حقوق بشر درخواست کمک میکنم. شده جوانم بیفته تو فیلم؟ ممکنه. دوستان لطفا از هدفون استفاده نکنید. خواهرم داره نارنگی میخوره، نمیخواد شما صداشو بشنوید. I'm done. بگو دستور از بالا است. مهدیه.